سلام. بار قتل کردم دورت جون، نگاه کنین. اگه خوشمزه نباشه من تهش میگم. آره که اصلا دوست نه، اصلا چون باباشون خیلی دوست داره باج بگیره، چون که سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، یعنی عالی باشید. خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه ها. اینجا کانال جدید منه، خیلی خوشحال میشم که حمایت هم کنید، باشید در کنارم. و اینکه اصلا چرا این کانال رو زدیم. این کانال در حقیقت به خاطر این بود که ما توی کانال قبلی خیلی زیاد کامنت داشتیم و از ما یه سوالایی رو میپرسیدید که اون سوالا توی کامنت ها جا میمون، چون اون کانال خیلی خدا رو شکر به لطف و حمایت شماها بزرگ شده. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم تقریبا حدود 105,000 دنبال کننده داره و این برای من یه افتخار خیلی بزرگه. و خیلی از کامنت های شما لابلای اون انبوه کامنت ها گم میشد، بعد من نمیتونستم جواب بدم. و بعد اینکه خیلیاتون از من یه سری سوال ها داشتید که مثلا اینکه قابلمه‌هات رو از کجا خریدی معرفی کن، یا اینکه مثلا خیلی چیزای دیگه که برای خرید مثلا فلان چیز کجا بریم بهتره. یه سری سوال‌ها رو داشتید که واقعا هم من نمی‌رسیدم اونا رو تو کامنت جواب بدم و همین که اصلا توی اون ویدیوهای سبک قالب آموزشی هم جاش نبود که بخوام اونا رو جواب بدم. بعد یه کوچولو نشستیم با بچه‌ها فکر کردیم، گفتیم که خب پس بذار اصلا یه کانال جدید داشته باشیم، هم یه کوچولو از روزمرگی‌های من توش باشه و برای این کانال دیگه حالا من بیشتر ویدیوها رو تو خونه میگیرم، اگه خرید برم اونجاها براتون ولاگ میگیرم، ویدیو میگیرم، جاهایی که دوست دارین، خیابون‌های تهران، لوازم قنادیایی که میرم برای خرید، یا حالا خیلی چیزای دیگه. امیدوارم که این کانال رو دوست داشته باشید، مثل کانال قبلی اینجا منو حمایت بکنید و از لطف و محبت همتون خیلی زیاد سپاسگزارم. خب من اینجوری شروع کردم، حالا اینو میخوام بهتون بگم، به یه روزمرگی با من، یه روزمرگی آروم و کاملا در آرامش خوش اومدید. بریم با هم دیگه شروع کنیم. اول از همه میخوام برم بیرون سبزی خوردن بخرم برای نهار و البته شام. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تقریبا ساعت حدود 8 صبح و من عادت دارم که سبزی رو همیشه اول صبح خرید میکنم. بریم بچه ها. ما تو حیاط یه دونه درخت شاتوت داریم، اینقدرم شاتوتاش خوشمزه است. من هر روز صبح که دارم میرم میام سراغشون ببینم رسیده چی داره. آها اینجا یه دونه پیدا کردم. بعدی شاتوت اینه که وقتی چند تا دونه میچینی دیگه تمام دستات میشه قرمز شد. اینجا هم یه 2-3 تا چشمو گرفته، اینم بچینم و بعد برم سراغ سبزی گرفتن. چقدر سفته. به جاتون خالی. فصل بهار تو تهران که داری میری میبینی زیر هر درختی چند نفر دارن توت میچینن. خب برم تا سبزی تموم نشده. بچه‌ها 2 تا دونه شاتوت خوردم، انگار قتل کردم دورت جون، نگاه کنین چی شد. دستمالم همراه هم نیست، همینجوری باید بذارم خشک تا برگردم خونه. سلام آقا، صبح شما بخیر. خب ریحون، آها ریحون ها اینجا هن. 2 تا هم ریحون. آقا بفرما، حساب میکنین چقدر میشه؟ زنده باشی. مرسی. دسته ایه یا دسته ای؟ دست شما.
انقدر صبح زود اومدم هنوز بار امروزشون نرسیده. مجبورم هرچی که هست رو بردارم دیگه. توت فرنگی نداری امروز؟ یه روز زمان میره فردا داره. اه. آره دیگه کنش یه روز زمان میره. سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟ قربان شما، خیلی ممنون، مرسی. خب من برگشتم، خریدار رو گذاشتم جا، رفتم لباسم عوض کردم، اومدم که دیگه ادامه بدم. بچه ها سبزی خوردن گرفتم، بعد دیگه یه کمی موز گرفتم. دیدین دیگه من انقدر زود رفتم خرید. کلن عادت همه که کارامو صبح زود بکنم. انقدر زود رفتم خرید که هنوز بارشون درست حسابی نیومده بود. حالا زیادی عجله کردنم خوب نیست. چند تا گوجه گرفتم، خیلی کم، چون توی یخچالم گوجه داشتیم. گفتم اونا چون مال چند روز قبلا بمونه برای حالا توی غذا و اینا. بعد دیگه اینو براتون بگم، اینم جوی پرک. بچه‌ها من منتظرم نازگل بیاد، چون که توی ویدیوها مثلا اینجوری یه دستی جاهایی که من میخوام آشپزی کنم و اینا واقعا نمیشه. بعد نازگل گفتم بیاد که کمکم کنه برای ویدیو گرفتن. حالا اگه نازگل اومد، من با این جو پرک فوری، جو دو سر پرک، میخوام یه معجون مشتی باحال درست کنم و یعنی عاشقش میشید از اونا. اگر اومد و رسیدیم که اینو تو این ویدیو درست میکنیم، اگه تایم ویدیومون خیلی طولانی نشد. اگرم نشد بهتون قول میدم که توی ویدیو دیگه حتما اینو بهتون یاد بدم که چی میخوام باهاش درست کنم. دیگه توت فرنگی هم دیگه الان تقریبا آخرای بهاره و یه ذره داره کم میشه دیگه. اینجا نداشت، منم که ماشین نبرده بودم، چون فکر کردم همین سر کوچه میخوام خرید کنم. بعد مجبور شدم که پیاده تا چند تا کوچه برم. خلاصه یه پیاده روی اجباریم انجام دادیم. خیلی خوب. آخ جون، نازگل اومده. این نازگل که میاد من دیگه خیالم راحت میشه. برم در رو براش باز کنم. سلام. از خواب موندی؟ عیب نداره، بعضی وقتا آدم خواب میمونه. خوبی؟ بچه‌ها اینم نازگل. خب من قطع کنم اول 2 تا ماچش بکنم، بعد بریم آشپزخونه. خوش اومدی. نازگل که میاد گوشی رو میدیم دستش دیگه، خودم خلاص و راحتم. اینا رو هم من عادت دارم که دوربین همیشه دست من باشه. دست کسی دیگه باشه اذیتم. خب نازگل، امروز من یه ناهاری دارم درست میکنم که هیچ کس دوست نداره. حالا من دوست دارم. خونه ما پریسا دوست نداره، پریما هم دوست نداره، حالا تو رو نمیدونم. عمو وحید هم دوست نداره. عمو وحید که اصلا دوست نداره، اصلا چون باباشون نمیخورد اونا هم عادت کردن و نمیخورن و اینا. حالا میشه بگی چیه؟ من دارم نگران میشم. نه حالا اگه دوست نداشتی برای یه چیز دیگه درست کنم. بچه‌ها میخوام چیز درست کنم، نخود پلو. ببینید با این نخودا، نخود فرنگی. خونه ما اصلا این غذا رو نمیخورن، نه پریسا، نه پریما، نه وحید که باباشونه، هیچ کدومشون نمیخورن. ولی من خیلی دوست دارم، به خاطر همین امروز حالا میخوام اینو درست کنم. پیاز داغ و گوشت چرخ کرده رو خودم اضافه کردم، بعد فلفل و زردچوبه هم میزنم بهش. بذاریم فلفل رو اشتباه آوردم، پیازشون یه گوره وقتی باز نکنم توشو نمیتونم ببینم. فلفل و زردچوبه هم میزنم، بعد یه ذره اینا رو تفت میدم و با یه کمی آب میذارم فعلا بپزه. خیلی غذای راحتیه به نظر من، خیلی خوشمزه. حالا دوست داری یا نه؟ باید بخورم، نمیدونم، تا حالا نخوردم، ولی با گوشت شرح کردش مشکلی ندارم. با نخودش نخودشو نمیدونم. خونه ما اینجوریه که چیزه، آب اینو بریزم. حتی تو سالاد اولویه این نخود فرنگیاشو بچه‌ها جدا میکنن. آخه نخود فرنگی واقعا خوشمزه نیست. نه خیلی خیلی خوشمزه است. خیلی خوب، اینو بذارم تا یه ذره بپزه، یه 10 دقیقه رو. بعد اون وقت برنجشو بریزیم توش. نمک زدیم؟ نه نمک نزدیم. نمکش هم همین نمک هم بزنم که خیالم راحت بشه. کلاً یه سری غذاها هستش، یعنی یه سری مواد هست که توی
هر خونه‌ای ممکنه یه سری‌ها دوست نداشته باشن نخورن. حالا نخود فرنگی تو خونه ما از اوناست دیگه. این کتری هم بذارم اینجا جوش بیاد. تو چایی می‌خوری یا قهوه؟ من چای میخورم. چایی؟ منم چایی. پس بریم چایی هم بخوریم. میشه لطفا این چای چیزا نریزی؟ تو رو خدا. چیز چای شمال. چای لایجان. آره نه داشتم چای لایجان دارم. اون یکی ها داری؟ آره چای خارجی هم دارم ولی واقعا حیف نیست. چای لایجان رو میذاری کنار بعد چای خارجی دوست داری بخوری. آره واقعا. عجب. هلم ولی آره هلم داریم ولی واقعا من چای لایجان رو خیلی بیشتر از چای خارجی. هل اونجاست خودت بده. بعد چای لایجان خوبیش اینه که چیز میشه. بذار بیام اینجا. خوبیش اینه که اصلا وقتی که یه کمی میمونه خیلی خوشمزه تر میشه. هلمون هم داره تموم میشه. میدونی هل چند شده؟ نه هل یعنی از قیمت البته خب طبیعیه که دختری به من دیشب خرید بودم قیمت مثلا لباس و اینا رو میدونم چند شده. هلا رو بچه‌ها بشکنید که اصلا عطرش خارج بشه. مخصوصا چون هل خیلی گرون شده دیگه حسابی ازش کار بکشیم. این کتری من لابیه. بعد قوری خودشو گذاشتم کنار. اصلا دوست ندارم قوری خودشو استفاده کنم. من برای چایی واقعا انتخاب اول و اولویت هم قوری چینیه. بعد اگر چینی نبود دیگه قوری پیرکس. خیلی برام یه جوری اصلا نمیتونم بپذیرم چایی که توی قوری لابی باشه. چه سینی خوشگلی داری. از خیلی قدیم داشتم. وای چقدر این بامزه. چجوری من اینو ندیده بودم تا حالا. ببینمش. آره منم خیلی دوستش دارم. خیلی بانمکه. اینا چیزه نازگل دوتایی گرفتم یعنی جفتی. من کلا فنجون دستی دوست ندارم 6 تایی. بعد فنجون یه دونه تک هم دوست ندارم چون یه دونه مثلا فنجون یا حتی مثلا عکس کنار شیرینی و اینا میخوایم یه چای فنجون بذاریم وقتی یه دونه تک باشه به من حس تنهایی میده. ولی وقتی که جفت میذارم دوتایی انگار خیلی حسشو بیشتر دوست دارم. خب چایی رو بیارم بریزم. منم همه چی رو دوتایی بیشتر دوست دارم. مثل اینکه چای صاف کن احتیاج داشته. نه؟ اب نداره میره پایین. کسی غریبه نیست خودمونی. پر رنگ کم رنگ؟ معمولی دیگه. معمولی. خیلی خوب. اتفاقا منم از صبح چای نخوردم. منم که چون گفتم خواب موندم فقط پریدم اومدم. به به. چقدر چاییم چسبید. آره خیلی منم از صبح داری فیلم میگیری؟ بله. بی خبر قرارمون اینه. دیگه دوربین که میاد دست من همه باید حواسشون به خودشون باشه. ببینیم آبش هم کم شده. اینم پخته. خب حالا برنجشو بریزم. اینم بعدن اینجوری آب میگیرم توش. خب منطقه اول هم بزنم ببینم چقدر آب لازم داره. خب به نسبت آب زیاد میخواد هنوز. بعد بچه اینو من گاهی وقتا که درست میکنم توش یه ذره روغ میزنم. بعضی وقتا که درست میکنم شیویت میزنم توش. حالا امروز هوس کردم که با شیویت درست کنم ولی یادم نبود شیویت تازه بگیرم. صبح که رفتم سبزی گرفتم. حالا میخوام شیویت خشک بریزم. اب نداره شیویت خشک هم حالا بد نیست. البته کلا سبزی ها بچه تازه شون اصلا یه چیز دیگه هم. یه هم بزنم شیویتش به اندازه بشه ولی خب با شیویت خشک هم این خیلی خوشمزه میشه. ولی اگه خوشمزه نباشه من تهش میگم. آره دیگه. نازگل لو بده. اسم نازگل میذاریم نازگل لو بده. خداییش غذای من بدمزه است. نه خداییش همش خوشمزه است ولی این نخود فرنگی داره. ولی این یکی رو خیلی شک داری نه؟ خیلی. حالا پرشیویت
فکر میکنی دوست داری یا نه که با آبروی ما شیویز رو نبری؟ مشکلی ندارم. من با نخود فرنگی مشکل دارم که هیچ کاریش نمیتونی بخوری. الان چجوری میتونم بهت یه باج بدم که اگه دوست نداشتی صداشو در نیاری؟ نمیشه، من هیچ راهی نداره؟ خودمو نمیفروشم، قیمت نداره. حالا خواهیم دید. خیلی خوب بچه ها، این دیگه آبش که جمع شد، من دهنم آب افتاد انقدر خودم اینو دوستم. این دیگه آبش که جمع شد دم میذارم و همین دیگه. بیاین اینجا هم ببینین، این که بره اینجا شسته شه، سبزی و میوه‌هامون هم شسته شدن. یه سالاد شیرازی هم درست بکنیم. اگه سالاد شیرازی داشته باشیم احتمالاً نمره رو میبرم بالا. آها چون دیدین خیلی باج چون خیلی دوست دارم باج بگیره، چون که با یه سالاد شیرازی خریدم. الان داشتم میگفتم قیمت ندارم. من خیلی خوب بود با یه سالاد شیرازی. یعنی خب دوست دارم. یه سالاد شیرازی فقط. بریم درست کنیم. هم گل داره هم برگ داره، حالا از نزدیک نمیشه نشون، هم یه بچه داره. آخه بیا خیلی نازه، اصلا داشتم میشستمش هم دلم نیومد که نگاه کنه. آخه بچه هم نه. آره پوسکنم هرچی گشتم نازگل پیداش نکردم. نمیدونم چی شده، قاطی آشغالامون که رفته باشه. خیلی ناراحت میشم، من خیلی پوسکن. آره اگه قاطی آشغالا رفته باشه مطمئنم کار من نیست، کارم بله. خدا رو شکر هر خونه یه آقایی داره، ایشالله که تنشون همیشه سلامت باشه که هرچی گم شده بندازیم گردنشون. اینجوریه؟ آره دیگه، خداییش هرچی گم شده بندازیم گردنشون. لباسمو نشونت دادم؟ نه دیروز رفتم خرید، گفتم رفتم خرید. گفتی رفتی خرید ولی دیگه آره نشد که ببینمش. حالا همه چی که خیلی گرون بود ولی این انقدر خوشگل بود. خونه است لباست نیباری ببینم. عکسش خیلی خوشگل نیست خدا، خیلی نازه. اصلا یه جوری خاص، کاش میشد نشون میدادیم ولی نمیشه بچه‌ها، چون نمیتونم لباسو پوشیده تنشه یه ذره آخه این خلاف تو تن چیزه. قشنگه آره. ولی چیزه خیلی خوشگل بود، اصلا یه جوری آره. قلبمو ذوب کرد که اینجوری بودم که من اینو باید بخرم. بعد هر کی هم دید، یعنی دیشب سبا دید و اینا هم اینجوری بودن که خیلی بامزه است و اینا. آره به نظر من خیلی خب بامزه. تنها چیزی که تونستم بخرم همین بود. ولی بقیه خب مثلا چیز دیگه هر جایی نمیشه پوشیدش. نه دیگه، واسه مثلا دوره همی با دوستام، آره مهمونیای آره مهمونیای مثلا همسن و سالای خودتون و اینا خوبه. بعد من نصف لباسامو فقط برای این میگیرم که باشون عکس بگیرم دیگه. آها برای عکس. دیگه نسکافه نمیخوری؟ دستشم. من هی دارم بهش باج میدم، هی دارم ازش تعریف میکنم که آخر ویدیو خلاصه بیاد بگه که خیلی خوشمزه بود این غذا. من راستشون اب نداره، اگه حتی هیچ کس هم دوست نداشته باشه من اینو حداقل سالی یه بار واسه خودم که میتونم درست کنم که همون سالی یه باری که نازگل میاد واسه خودم میتونم اینو درست کنم. نه ولی میدونی که من همیشه بهت میگم که به خودت اهمیت بده، چیزایی که خودت دوست داری رو درست کن، انقدر به این فکر نکن اینو اون یکی دوست نداره فلان. آره من دوست دارم وقتی که مثلا کسی خوبه آدم وقتی کسی میاد خونه‌شون نمیگه من اینو دوست دارم اینو درست کنم، که وقتی که کسی میاد خونه آدم مثلا میگه که اونا چی دوست دارن. مثلا یه چیزی رو خودم دوست داشته باشم وقتی که خونه تنهام درست میکنم. حالا امروزم دیگه گفتم تنها، بعد یه دفعه که قرار شد این ویدیو رو بگیریم و قرار شد نازگل بیاد و اینا دیگه خب وقت نشد بعدش من مثلا یه چیز غذایی جو، ولی خب نه اگه دوست نداشتی مطمئن باش که برات سریع یه چیزی آماده میکنم. ولی خب دوست دارم. حالا بیا اینو تو بخور به جای من. نه خدا، نه تو رو خدا بخور. تو بخور که آخرش بگی خوشمزه است. نه من جدی قهوه الان بخورم تپش قلب میگیرم، وگرنه میخوردم. با یه سالاد شیرازی که نظرت برگشت. حالا یه قهوه هم بخوری دیگه تپش قلب میگیرم. خیلی خب فکر کنم برنج دیگه آماده است نازگل. آره خاموشش کن و ظرفا رو آماده کن و دیگه بریم. اینم تند و تند من درست میکنم. اینو خاموش کنم دیگه. اینم خاموش کنم. فعلا غذامون آماده شد دیگه، من خاموشش کنم بکشم. غذایی که تو خونه ما هیچ کس دوستش نداره ولی خداییش به خدا شما بگین شما اینو دوست دارید یا نه، یا اگر درست کنید فکر میکنید که مثلا خانواده‌تون خوششون میاد یا نه.
ببین چه غذاییه، هم سبزیجات داره، همین که حالا من هی تعریف میکنم از این غذا. نازگل میشنوی؟ این خیلی غذای خوشمزه‌ایه. نازگل هم داره میزو میچینه برامون. از اون پشتم هی داره چیز میکنه، میگه که من کوتاه نمیام، اگر خوشم نیاد فوری میگم که خوشم نمیاد. بچه‌ها من این دوربینم هی یه ذره میره توی، به قول نسل جوون و نسل جدید، میره تو باقالیا، چون عادت ندارم یه دستی فیلم بگیرم و اینا. فکر کنم کافیه. خیلی خوب، من این بشقابا رو بردارم برم سراغ نازگل. بذار نازگل اومدم. این برای شما بذارش اینجا تا من برم اون یکی هم بیارم. اینم یکی از روزمرگی هامون، یعنی در حقیقت اولین ویدیوی این سبکی که توی این کانال براتون گذاشتم. امیدوارم دوست داشته باشین، امیدوارم که همیشه از لحظه لحظه زندگیتون لذت ببرید. بفرمایید. و اینکه توی کامنت ها بهم بگید که توی این کانال دوست دارید که بیشتر چه سبک ویدیوهایی براتون بذارم و با کدوم سبک ویدیو احساس بهتری دارید. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید و این غذای خوشمزه رو هم درست کنید. خوشمزه بود واقعا یا الکی؟ نه خوشمزه بود، ولی باید که خب. سالاد شیرازی حتما کنارش باشه اگه من بخوام. نه خب بدون سالاد چی؟ بدون سالاد خوشمزه است. بدون سالاد یه ذره نخود فرنگیش زیاده، یعنی کمتر بود. من ببین خب طبیعی کسی که نخود فرنگی دوست نداره، غذایی که پایه اصلیش با نخود فرنگیه خوشش نیاد، ولی خب بازم نه همین که دوست داری خوب. خوشمزه. خب لازم نیست غذا درست خدا کنی شکر. برام. حیف در طول این ویدیو کلی بهش باج دادم، ولی اگه چون میدونست باج دادی اینجوری بود. نه از اون آدم هست. خیلی خب ما بریم بچه‌ها ناهارمون رو بخوریم. امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.